مرد بیا منو نجات بده. من اگر نجاتت بدهم تو منو میخوری. من تو رو آزاد نمیکنم، میترسم. مرد بیا منو نجات بده. آزاد کن. من قول میدم تو رو نخورم. من گرسنه هستم، باید تو را بخورم. منو نخور. تو قول دادی به من. من هیچ راهی ندارم، خیلی گرسنه هستم، باید تو را بخورم. برویم از روباه بپرسیم. من که تو را آزاد کردم، حالا سزای من این است که تو مرا بخوری؟ اونجا رو نگاه کن، یه روباه داره رد میشه. بریم ازش سوال کنیم. روباه! روباه! من رو صدا زدید؟ با من کاری داشتین؟ من با اون شیر به مشکل خوردم. میتونی به من کمک کنی؟ من اون شیر را نجات دادم، از قفس رهایش کردم. آیا سزای نیکی بدی هست؟ بله بدی هست. من اینجوری نمیفهمم، باید برگردیم همونجا که شیر را نجات دیدی، از نزدیک ببینم کجا آزادش کردی. من شیر را از داخل این قفس نجات دادم. شیر را داخل قفس کن، دوباره آزادش کن تا من ببینم چطوری آزادش کردی. من چرا داخل قفس برم؟ تو باید داخل قفس بری تا دقیق ببینم مرد چطوری تو را آزاد کرده. الان آزادش کنم؟ مگه دیوانه هستی میخوای در قفس را باز کنی؟ مگه من بهت نگفتم سزای نیکی بدی هست؟ پس نیکی نکن، بذار داخل قفس بمانه. ای روباه مکار، من اگر آزاد بشم میدونم چه کارت بکنم. اگه آزاد شدی هر کاری دوست داشتی بکن.